سلام آقا، خسته نباشید. برای آگهی استخدامتون مزاحم شدم. بله خیلی خوش اومدین. بفرمایید بشینید. فقط اینکه شرایط کارتون به چه صورته؟ والا شرایط خاصی نداریم ما. حالا شما بشین، کلاینت که بیاد متوجه میشه. سلام، خسته نباشین آقای دکتر. سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایید بشینید، در خدمتتون هستم. والا آقای دکتر یه مدت پوست همسرم یه مقدار کدر و خسته شده. می‌خواستم از مزوژل های جوانساز استفاده کنم. میشه هزینه‌شو بهمون بگین؟ خب بستگی داره چه برندی رو انتخاب کنین. اگر پیشنهاد منو بخوای میتونم جالبرو یا پورفایو رو بهتون پیشنهاد بدم که هم خواص کلاژن سازی داره و کمک به شفاف شدن پوست میکنه و بحث جوانسازی هم قطعاً داره. هزینه‌ش هم از 8 تومن به بالاه. یعنی داریم ما جالبرو 6 تومانی هم داریم، ولی عرفشو بخواید چیزی خوب بخواید از 8 تومن شروع میشه. باشه پس دستتون درد نکنه. ممنون. مزاحمتون میشیم الان. کجا؟ اینجا فقط برقی که میره. اومدنتون دست خودتون بود، ولی رفتنتون دست کامیز جانه. شما میتونید تشریف ببرید. کامیز جان شوهرشون نیاز به رسیدگی کامل دارن. باشه پس از من تو ماشین منتظر. کجا؟ آقا منم رفتم. خداحافظ. آقا